Assalamualaikum. Selamat. Alhamdulillah saat ini TV One lagi-lagi mendapatkan satu kehormatan yang luar biasa, di mana kita telah duduk bersama imam jamaat dari Masjid Imam Syafi'i di Kepulauan Hormuz. Langsung saja kita akan melakukan wawancara dengan imam sholat jamaat, dan juga beliau merupakan imam sholat Jumat di masjid ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. شما میتونید خودتون رو معرفی کنید و به ما هم برای مردم اندونزی در شبکه یک اندونزی، تیفی وان اندونزی خودتون هم معرفی کنید و خدمت این مسجد هم به مردم اهل تسنن اندونزی هم بگید. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اسم عبدالوهاب گلزاری، امام جمعه و جماعت اهل سنت جزیره هرمز که حدود 29 نزدیک 30 سال هست اینجا دارم در مسجد خدمت میکنم. ماشاءالله. و مسجدم که من که تولد کردم مسجد بوده. بله. دیگه بازسازی شده این مسجد. بله. چیز حدود 49-50 سال میشه بازسازی، از قبل مسجد بوده. بله. دیگه حالا قبلش من یاد ندارم که چند سال درسته. چطوری بوده. یعنی دقیقاً این مسجد رو موقعی که انقلاب شده. بله، انقلاب شده این بازسازی شده. شده. بازسازی شده. خدمتش خیلی قبل از بله، این قبلاً انقلاب، بوده. بعد از انقلاب جمهوری آره، اسلامی این ایران مسجدی که می‌بینیم بازسازی شده. بازسازی شده. آره. بله. بعد حاج آقا میخواستم بپرسم دوباره راجع به وضعیت زندگی که تو اینجا هستش. بالاخره شما اهل تسنن هستن، اینجا هم تو جزیره هرمز و شیعه هم هستن. حالا این چجوری زندگی شما با شیعیان؟ آیا تا به حال مشکلاتی دارید بین سنی و شیعه تو این جزیره؟ الحمدلله، خدا را شکر. هرمز شاید جای دیگه هم مثل همین جا باشه. بله. گرچند که دو مذهب با هم داریم زندگی می‌کنیم، بله. اما شبیه به یک خانواده هست. ماشاءالله. یعنی اینقدر وحدتمون، انسجاممون، بله. بعد در کنار یکدیگر بودنمون، بله. که کسی اگر وارد جزیره بشه تشخیص نمیده که سنی هست که شیعه هست. بله. و خیلی سالا هم هست که دیگه با هم ازدواج کردن. بله. حالا گذشته از مذهب با هم فامیل هم شدیم. ماشاءالله. خیلی یعنی دیگه شیعیان زن میگیره، آره، زن سنی میگیره، هم زن میگیره. فرقی نمیکنه. هر چیزی که خدا فیصله بکنه همون میشه، حالا چه پسر باشه چه دختر. ماشاءالله. آره. درسته. اینطوری است. بله. دیگه هیچ وقتی که اینطوری باشه مشکلی پیش نمیاد. بله. دیگه با هم داریم زندگی میکنیم. دیگه کاملا اینجا آره. وحدت اسلامی. آره، یک وحدت به تمام معنی در جزیره هرمز هست. ماشاءالله. همه خانواده ها پیش هم مثل صله رحم بله. پیش هم رفت آمد دارن. بله. دیگه فراتر از وحدت. بله. خب حاجا، سوال بعدی اینه که موقعی که آمریکایی ها و اسرائیلی ها جنگ رو شروع کردن، حمله کردن به ایران، آیا شما اینجا بودید؟ نظر شما کلاً راجع به حمله ایران، بعد راجع به شهادت آقا، راجع به کشته شدن بچه‌های میناب چجوریه؟ خب اون چرا که آمریکا اسرائیل برای خودشون هدف گذاری کردن، تنها ایران هم نیست. بله. قبلا هم خیلی از کشورهای اسلامی اینا تجاوز کردن. بله. اینها به بهانه اینکه اینها میخوان دموکراسی یا نمیدونم میخوان عدالت بشر دوستانه رو یا حقوق بشر رو رعایت بکنه، جایی احساس میکنن حقوق بشر رعایت نمیشه، بهانه شون هست. بله. هر جایی که منافعشون ببینن تأمین میکنه اونجا تجاوز میکنه. به بهانه‌های مختلف. بله. کشورهای قبل از ایران هم کشورهای اسلامی تجاوز کردن و ما هم میدونستیم که اینها یک روزی هم به ایران حمله میکنن. بله. اما متأسفانه برخی از کشورهای اسلامی تابع قانون قرآن و تابع قانون خدا نیستن. بله. یعنی حالا به قول خدا که در قرآن میگه ترس از حالا امنیت خودشون از نمیتونن یا امکانات خودشون، نیازهای خودشون رو
فراهم بکنن شاید متوسل شدن به دشمن. در صورتی که قرآن میگه ظالمتر از دشمن اون مسلمانی است که پیام خدا رو دریافت میکنه اما علیه مسلمان میجنگه. اون ظالم هست اما مسلمانی که با دشمن همکاری میکنه علیه مسلمان این ظالمتر از اونه. و من اظلم ممن ذکر بآیة ربه ثم نسی عنها ثم اعرض عنها. میگه کسی که ظالمتر اون کسی که پیام خدا رو دریافت میکنه. و خداوند میگه لا تتخذوا عدوی و عدوکم، با دشمن من و با دشمن خودتون دوستی نکنید. اما اینها آمدن دست دوستی با دشمن دادن علیه مسلمان و هدفگیری کردن رهبران ما، فرماندهان ما رو، بعد مدارس ما رو، خانه های مسکونی رو، بچه ها خانواده ها رو زیر بمباران کردن. خب اگر واقعا اینا هدفش اینه که میخوان به اون اهداف خودشون برسن، پس چرا خانواده ها رو به قتل میرسن، به شهادت میرسن؟ تهدید میکنن به زیر ساخت ها ما میزنیم. زیر ساخت ما برق اینا شاید باشد، اما زیر ساخت اصلی ما مثل اون مدارسی بود که نزدیک 170 نفر دانش آموز با معلم دفن کرد. اونها زیر ساخت ما بود که میتونستیم از اون فرزندانمون دکتر، پزشک، فیلسوف، دانشمندان هسته میتوانستیم برای آینده خودمون برنامه های متعددی برای پیشرفت علمی داشته باشیم. زیر ساخت ما اونجا بود، نه زیر ساخت ما برق. میشه با اینها زندگی کرد، سخت هست، اما اون کسانی که ما آینده فرزندانمون داشتیم برای اونها داشتیم هزینه میکردیم اون رو دفع کرد. دیگه نمیشه به اینها اعتماد کرد. اینا یه اهداف شومی دارن که به قول رهبر شهیدمون همیشه میفرمودن اینها اگر این کار انجام تسلیمشون میده میرن دنبال هدف بعدی، دنبال هدف بعد تا اینکه کشور از دستمون میگیرن. اما مقاومت نیروهای مسلح، سپاه و مردم در کنارشون واقعا ایستادگی کردن، همت نشون دادن و این قیامشون واقعا بسیار ستودنی است که دشمن رو به عقب برگردوندن. یعنی اهدافش رو خنثی کردن، تمام هزینه کردن اما نتوانستن به نتیجه برسن. امیدواریم که خداوند متعال پیروزی رو نصیب کشور، هم کشور اسلامی هم کشور عزیزمان بکند و روسیایی برای دشمنان انشالله. دست شما در نکنه. چند تا سوال دیگه هم می‌خواستم بپرسم. حالا احساس شماست موقعی که رهبر ایران به شهادت رسوندن چه احساسی داره آقا؟ خب یک احساس بسیار سنگینی دست میده. یعنی یک پدر امت بود. پدر امت بود که واقعا یک تنه هم در مقابل دشمنان ایستادگی میکرد. اگر شاید در کشور کسانی بودن که احساس میکردن بیم دوستی بکنیم با دشمن، بیم اون چرا که میخواند بالاخره بهش عمل کنیم، راضیش بکنیم، اما دشمن، اما رهبر معظم انقلاب شهیدمون واقعا بنابر توصیه و سفارشات قرآن اینها پیش میرفتن و کشور رو مدیریت میکردن و این میشه یک امام عادل، یک رهبر عادل که بی‌نظیر هست. و سه تا ویژگی بزرگ و مهمی که رهبر ما داشت، یکیش این که رهبریت امت بود، یعنی در دنیا بی‌نظیر بود مثل این. بعد عالم بود، مرجع هم بود، مرجع تشیع هم بود. و پیامبر علیه السلام میفرمایند موت عالم موت عالم. یعنی اگر یک رهبر عالمی فوت بکنه مثل این که یک امتی فوت کرده. و اینقدر برای ما خیلی سنگین بود. اما بالاخره تقدیر خدا بود و خدا هم کمک میکنه. انشالله که بعد از ایشون هم پرچم اسلام به زمین نخواهد انشالله. آرزوی شما، سوال آخر، آرزوی شما برای آمریکا و اسرائیل، برای متجاوزان این کشور چی هست؟ آرزویمون پیروزی کشور عزیزمون هست. پیروزی همه مسلمان در همه کل دنیا و نابودی این صهیونیست‌ها، این کفار و میدانن که زور ما نمیکنن. پرچم از دست ما نمیگیرن. خیلی آمدن به بانی که ما میخوام رژیم عوض کنیم، بعد که نتونستن اعتراف کردن نه رژیم باید خود مردم عوض کنن. اگر مردم میخوان عوض کنن پس شما چرا تجاوز میکنید؟ پس بذار مردم خودشون هر موقع احساس کردن عوض میکنن. پس مردم راضیان. امیدواریم که خداوند این پیروزی شیرین رو نصیبمون کنه. انشالله. آقا دست شما سلامت باشید. خیلی ممنون. واقعا افتخار میکنم. سلامت باشید. قربان شما. سلامت باشید.
شما پیامی دارید برای مردم مسلمان اندونزی؟ رفتید انشالله به کشورتون سلام ما هم به اونجا برسید. انشالله بگید که ما هم در مقابلشون هستیم. هر کجا تجاوزی علیه مسلمان صورت بگیره، مثل فلسطین، مثل لبنان، مثل یمن، ما در کنارشون هستیم و انشالله با هم دیگه دشمن رو به زمین خواهیم زد. Insyaallah. Dari Masjid Imam Syafi'i, Kepulauan Hormuz, Idrus Alhamid, TV One melaporkan.